با سلام خدمت عزیزان، به خصوص دامدارای عزیز. تو این روزایی که تب برفکی زیاد شده و خیلی از دامدارای عزیزمون گرفتارشن، ببینید دوای درد گاوتون تریاکه. اینو از من بشنوید. چند سال پیش که گاوام درگیر تب برفکی بودم، به خدا اگه بهشون تریاک نمیدادم حداقل 2-3 تا تلفات داده بودم. تنها چیزی که میتونه گاوتون رو نجات بده تریاکه. مثلا اگر 10 تا گاو شیری دارید که دچار تب برفکی شدن، یکی از این شیشه های خانواده نوشابه از این بزرگا 25 گرم تریاک توش آب کنید، همون تریاک آب شده رو بپاشید تو دهنش، حالا زبونشه، کامشه، هر جایی از دهنش که زخم شده بپاشید روش، همون آبو بذار گاو بخوره. 1 لیوان 2 لیوان از همون آبو بدید به گاوتون، بذار در روز بذار بخوره، ببینید تأثیرش چقدره. یعنی گاوی که تریاک بهش میدی تا گاوی که تریاک بهش نمیدی زمین تا آسمون فرق میکنن با هم. شما این کارو بکنید، اگر تأثیر نداشت رو سلامتی گاوتون، اگر گاوتون زودتر حالش خوب نشد، اگر گاوتون اون مریضی رو بهتر تحمل نکرد، هر چی میگید به داداشتون بگید. تریاک 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 دامدارای عزیز، حتما گاواتون که دچار تب برفکی شدن در روز از همون آب تریاک 1 لیوان یا 2 لیوان بهش بدید بخوره، ببینید چقدر تاثیر داره روش.